255 میلیارد تومان بودجه گذاشتید واسه کلینیک ترک بی‌حجابی. خجالت نمیکشید؟ یعنی این مملکت اینقدر پول مفت توشه؟ میدونستی با این پول میشد چند تا مدرسه داخل سیستان بلوچستان ساخت؟ به 1000 نفر 255 میلیون داد واسه ایجاد اشتغال که 3000 خانواده توش نون بخورن. باز این پولا میخواد بده تو جیب کی واسش کیسه دوخته؟ بابا خجالت بکشید. ترک بی‌حجابی چی؟ یک کلینیک بزنید واسه ترک دزدی، اختلاس، ریاکاری. واسه اونا کلینیک بزنید. اونا لازم دارن، چون اونا مملکت رو به این روز انداختن. و خجالت بکشید. جفت رفتید. چه بدبختیه. یعنی